های گایز، خوش اومدیم به چنلم. مهسا هستم از کهکشان مونارد. امروز اومدیم با حل یک پازل البته ساده. اولین باره میخوام جلوی دوربین و پیش شما یک پازل رو حل کنم، پس دیگه کم و کاستی هست، به بزرگی خودتون ببخشید. پازل ما برند 1000 تو هستش، پازل ایرانیه، در 4 تا طرح هستش که من از طرح پینوکیوش خوشم اومد. حالا اگه خواستین، اگه که حمایت شد از این ویدیو و خوشتون اومد، بقیه برنداش هم میگیرم و تست میکنیم. بریم ببینیم چه خبره. 63 تیکه هستش. اولین بار هست که از این برند استفاده میکنم و آنباکسش میکنم. خب همونجور که میبینید داخل یک سلفون هست. قطعات نسبتاً حالا بزرگ هم هستن، چون خب مال بزرگسالان نیست، در اصل 63 تیکه است، ولی خب طرحش خیلی دوست داشتم. معمولا اولین کاری که میکنم واسه حل کردن پازل، حالا چه من چه کسایی که پازل حل میکنن، اینه که از حاشیه ها شروع میکنیم، از چارچوب پازلمون شروع میکنیم. پس اول قطعه هایی که مال حاشیه هستن رو جدا میکنیم از کل پازل و شروع میکنیم به بله همینجور که اینجا میبینین یه مقدار تیکه های پازلش تاب داره. جنس کاری که شده رو من حالا جنس طرحش رو، یعنی نقشی که داره و جزئیاتی که به کار رفته رو دوست داشتم، ولی یه مقدار تاب داره، یعنی جنس خود مقوایی که استفاده شده جوری هست که استحکامی که میخوای رو نداره. من از این نظر یه مقدار نقد دارم بهشون. اگه که تازه به کانال من اومدی، خوش اومدی، پس لطفاً سابسکرایب کن، زنگوله رو بزن که بیای همیشه پیشم، منتظرتم. لایک فراموش نشه. دادا فراموش هم کردی، فدای سرت، برگرد دوباره لایک کن، بالاخره یادت میاد دیگه، یه زمانی همون موقع برگرد لایک کن. دمت گرم. یه تیکه پازل گم کردم اینجا، مجبور شدم دوباره سرچ کنم و پیداش کردم. دیگه از اینجا به بعدش راحته دیگه، کار خاصی نداره، فقط دغدغه یا چالشی که ایجاد میشه واسه حاشیه پازل هست واسه من. دیگه صحبت نمی کنم، شما برین از تصویر لذتشو ببرید. دادم تموم شد. تا همینجا بود. 24 دقیقه و 30 ثانیه طول کشید دختر. دیگه بر اولم بود، ببخشید، ولی واقعا شما نگاه کنید چه جزئیاتی تصویری داره. خدایش من از جزئیات تصویرش خیلی خوشم اومد، جدا از اون قسمت هایی که تاب خوردگی داره. متاسفانه یه جوری هم هست که کارو برجسته میکنه، اصلا قفل نمیشه تو هم، ولی واقعا جزئیات تصویر رو دوست داشتم.
مرسی که تا انتها با من بودین. اگه از این دست از ویدیو خوشتون میاد حتما توی کامنت ها بهم بگین. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خدافظ.